خب اینجا میدون آزادیه. برای اولین بار حداقل خودم با ایستگاه شارژ خودروهای برقی برخورد کردم. خب خیلی دوست ندارن، یعنی من خودم به شخص دوست ندارم که دنیا بره به سمت برقی شدن، ولی خب اتفاقی که داره میفته خب به خاطر آلودگی هوا شاید بهتر باشه بریم به سمت خودروهای برقی. خب قسمت منصفانش به خاطر آب و هواست. اون قسمت غیر منصفانش اینه که حداقل ما انجینای 8 تا 12 سیلندر های پرفورمنس رو توی ایران ندیدیم که داریم به سمت برقی شدن میریم. در حال مهم نیست، دو نوع شارژر داریم اینجا. یه دونه اون شارژر فست شارژه، یه دونه هم AC شارژه. این AC فقط با برق